اندونزیا، پایتختش جاکارتا. اندونزیا یکی از کشورهای بزرگ آسیای جنوب و شرقی به حساب رفته. مساحتش 1,900,000 کیلومتر است. اهالیش 270 میلیون. پایتختش چطوری که گفتیم جاکارتا یکی از شهرهای پرجمعیت آسیای جنوب و شرقی به حساب می رود. سال 1945 استقلالیت خود را از هلند به دست آورده است. با 3 کشور در خاک هم‌مرز است. 38 ولایت دارد. این کشوری جزیروی است که دارای 17,000 جزیره های مختلف است.